با نام و یاد خدا. سلام، وقتتون بخیر دوستان گل. به درخواست خودتون بازم فایل کلی گذاشتم، میخوام بگیرم، یعنی با پاسو یا همون ورق میخوام بگیرم. زیاد طولش نمیدم، همونجور مثل همیشه با 3 صلوات و نفس عمیق چشاتون رو ببندید، قشنگ متمرکز بشین، انشالله که این فال به واسه شما اتفاق بیفته اگه خوب هست. و اینکه این فالایی که من میگم هیچ تاریخی نداره، مثل بقیه پیجایی که حالا میگن که این فال مختص همین سال همین روزه. نه، شما هر وقت این فال رو دیدین، نیت کردین، رویای همه نیتتون هستش. خب ما بریم شروع کنیم واسه فال اول که من اختصاص دارم واسه کسایی که میخوام بار کنن، حالا جا به جا بشن، خونه بخرن. همیشه ازم درخواست بیشتر به خاطر این موضوع بوده. واسه شما من چیزی که میبینم دارین تلاش میکنین که جا به جا بشین یا نقل مکان بکنین یا حالا خریدای خونه باشه. زمانی هست تا 3 وعده دیگه این کم کم شروع میشه و به اوج خودش میرسه اون هاستتون. و دارم چیزی که میبینم اینجا شدنیه، دارین بهش میرسین. یکم زمانش طولانی هست ولی اگه صبر بکنید زیاد مسافتی نمونده تا به خواستتون برسید. و فال بعدی میرسه به واسه عزیزانی که کات کردن، جدا شدن، همچنان سردی وجود داره و تلاشی که دارین میکنین انگار دارین درجا میزنین بیشتر تا اینکه به هم برسین، بیشتر فاصله افتادنه. متاسفانه این خبر میخوام بدم بهتون که افرادی که کات کردین، جدا شدین، رابطتون سرده، مخصوصا اینه که رابطهشون خیلی جدی نیست، یعنی به ازدواج نکشیدن، جدایی بینتون اتفاق میفته. و عزیزانی که کارشون به طلاق کشیده یه شانس 20% واسهتون میبینم. و فال بعدی واسه اونه که با هم در ارتباط هستن. اگه میخواین عشقتون بیشتر بشه، اتفاقات خوب، سورپرایز شدن، هدیه گرفتن و حتی حمایت شدن از اطرافیان، دوستان، همه حمایت میشین و اون شخص رو میپسندن، قبول میکنن اگه خواستگاری هم حتی باشه. و واسه اونه که دنبال شغل هستن، کاری که دارین خیلی خوبه. اگه به فکر تعویض یا تغییر حالا شغلتون دارین، عجله نکنین، چون شغلتون که میبینم خیلی خوبه، خیلی هم دوستم به جای شما باشن. و یکی دیگه این که این شغلی که در حال حاضر هستین بهتر که عوض نکنین. و یک چیزی که مهم خواستم بگم، بهتون پیشنهاد شغلی شده و دو دل هستین که این شغل انتخاب کنم، بشه نشه، بد نیست، خوبه اگه میخواین این کار عوض کنین و برین دنبال شغل پیشنهادی، چون انگار که حس رضایتی ندارین از این شغلی که در حال حاضر هستید. و ازدواج، عزیزانی که تو فکر ازدواج هستن، میخوان ازدواج بکنن، اگه خانم هستین خواستگاری واسهتون اومده که باب دلتون نیست یا دو دل هستین، این دو دلیتون به جا هست، انگار که واقعا این شخص این کیسی که هست مورد اعتماد یا مورد پسندتون نیستش، واقعا خوب نیست. و اگه آقایون هم در فکر ازدواج هستن، یه سری مشکلاتی پیش میاد، ولی بعد از عبور از این مشکلات ازدواجتون مهیا میشه و اون شخص که هستش که منتظر باشه ازدواج کنین اوکی میشه. ولی اگه برای آقایان اگه کسی هستش که در نظر گرفتین، این از نظر احساسی میگم، حالا اون بحثش جداست، با کسی در ارتباط بودین و میخوام بهش برسین، ممکنه این ازدواج صورت نگیره. و یه فال بعدی واسه افرادی که میخوان مهاجرت بکنن، مهاجرت واسه شما خوب اومده، با رضایت، یعنی سفر یا جایی که میخوایم برین خوبه، نگران نباشید. اگه دو دل هستین برین سفر، نه این سفر خوبه، نگران نباشید، خوبه، عالیه، مهاجرتتون هم اوکی میشه.
یکم حالا پیچیدگی ها توش هست، ولی انشالله خیلی عالی هستش. یعنی با نتیجه، حالا از نظر شغلی میخوایم مهاجرت کنیم یا چیزی، با یه نتیجه خیلی خوب برمیگردید. و واسه عزیزانی که میخوام ببینم بارداریشون چطوریه، اگه به طور انتقال حالا یا چیزی هستش که میخوای انجام بدین با دارو اینا میخوای ادامه بدین، خیلی خوبه. داروهای طب سنتی نه، با داروهای پزشکی چیزی که من میبینم خوب هست، یعنی دو طرفش هم خوبه ها. واسهتون فرزند دختر میبینم، یعنی من فرزند دختر واسهتون میبینم و اینکه از این مشکل بارداری حالا یا بچه دار شدن از دو طرفتونه، یعنی همسرتون هم هستش. و فال بعدی واسه خرید و فروش هستش. اگه قرار چیزی ها بخرید ممکن کنسل بشه، اگه بخوایم بفروشینش هم فعلا نه، یعنی میشه فروشش و یکم صبر بکنید. یه مشتری میبینم واسهتون که تا دقیقه 90 اوکی میکنه و نمیشه. واسه چشم و نظر و جادو واسهتون هست، جادویی که باعث میشه که کل خانواده به هم بریزه، یعنی یه جوری که نمیتونی کنترل کنی، هر جا مرج هست بحث از دعوا هستش. بدن درد داره. اگه واسه کسی که بیمار هستن هم بخوام بگم، بیماری که دارید ممکنه از خونی باشه، یعنی بدنتون هم ضعیفه، کم خونی، فشار خون، این چیزا باشه، دیابت، آسیب زده به حتی فکرتون. تا وقتی که فکرتون آروم نیستش، حالتون خوب نیست، هیچ درمانی جواب نمیده. نظر کردین، نظری واسه درمانتون، من حتی قربونی هم میبینم واسه، حالا ممکن بعضی نظر قربونی کردن انجام میشه و یه حاجت خیلی بزرگ واسه تون میبینم که من میبینم که حاجتون روا شده، برآوردش آرزوتون یا چیزی دیگه. به کسی بهتون این قلبو که میبینید، حالا چیزی که همه میبینید واسه افرادی که تو گذشتهشون غرقن و کسی رو از دست دادن، هنوز قلبشون به یاد اون شخص میتپه. باید اون گذشته رو کلا چال بکنین، یا اگه نمیتونین بذارینش کنار. حالا عزیزی بوده، چیزی بوده، اتفاقی بوده، گذشته و سعی کنید با در آینده زندگی، در حال زندگی کنید، برای آینده زندگی بکنید. و فال بعدی واسهتون چیزی که میبینم یه خرید ماشین هستش، احتمالا پراید هم باشه، من چیزی که تصور میکنم. رنگش هم سفیده و یه فال دیگه واسه عزیزانی که به جای دعوت میشین، تو این دعوتی تا 11 روز اینطور یا 11 ساعت دیگه دعوت میشین. اگه دختر یا پسر هستین، کراش زدین به کسی، یه نگاهی ازش میبینین. و واسه کسایی که منتظر یه پیام یا پیغام یا حالا تماسی از چیزی که در انتظارش هستید، انتظارتون بی‌معنیه، یعنی و خودتون اذیت کردید. و انشالله که این فال خیلی کلی بود. بازم میذارم 8 تا 8 دقیقه میذارم، الان 9 دقیقه شد. فال بعدی هم میذارمشون، ولم سرم خیلی شلوغه، وقت نمی‌کنم، ولی منتظر باشید. بازم یه لایو خیلی بزرگی دارم واسهتون، لایو به قول خودم خیلی بهتر کنه. این توش همه سوالاتون جواب میدم، یعنی هر سوالی که دوست داشتید نیت بکنید مثل همه لایوهای دیگه پاسخ داده میشه. و حتما فالو بکنید، پیام بدید، من جوابگو هستم. و یه چیزی دیگه هم یه آموزش دارم واسه افرادی که چشم و نظر خیلی دنبالشونه و بعد شانسی، انشاءالله کلیپشو آماده میکنم، میفرستمش و ازش استفاده کنید. امیدوارم هر جا هستین خوشبخت و خوشحال و سرحال باشید. ممنونم تا اینجا با من همراه بودید. خدا نگهدار.